سلام بچه ها، وقتتون بخیر. به چنل کرن فورتینز خوش اومدین. رسیدیم به یه درس دیگه از کتاب کرن گرامری نیوز سطح مبتدی. بچه ها تا الان هر چیزی که یاد گرفتیم تو اون 5 درس قبلی یک مقدمه بودن برای ورود به دنیای شیرین زبان کره‌ای. چیزهایی بودن که ما لازم داشتیم قبل از اینکه حالا وارد زبان کره‌ای بشیم بلد باشیم. ایده رو یاد گرفتیم، ایده به معنی بودن، وجود داشتن رو یاد گرفتیم، اعداد کره‌ای رو یاد گرفتیم، روزها، ماهها، هفته رو یاد گرفتیم و همینطور ساعت. و از الان به بعد، از این درس به بعد قرار ما به طور رسمی شروع کنیم گرامرهای کره‌ای رو یاد گرفتن. همونجور که از تیتر درس پیداست، ما قراره صرف فعل ها رو تو این 6 تا حالا 6 تا بخشی که براتون گذاشته صرف فعل ها توی زبان کره‌ای رو یاد بگیریم. صرف فعل زمان حال داریم، گذشته داریم، آینده داریم و صرف فعل اگه درست یادم باشه حال استمراری. بریم سراغ درسمون. همینجور که از تیتر درس پیداست، ما قراره صرف فعل زمان حال رو یاد بگیریم. بچه ها توی زبان کره‌ای ما برای اول مثلا من، تو، او، ما و شما مثل فارسی اینجور نداریم که جداگانه صرف بشه، مثلا بگه من خوردم، تو خوردی، او خورد. نه، اینجوری نیست، خیلی راحت تره. یک بار فعلی رو صرف میکنیم و برای همه ضمایر ما این فعل صرف شده رو به کار میبریم. همینجور که اینجا میبینید بینیدا و سمنیدا هستش. 2 تا حالت داریم. سمنیدا. خب بریم ببینیم چجوری این صرف فعل انجام میشه. بیایم با هم توی مثال ها اینها رو یکی یکی یاد بگیریم. خب متن اول میگه 안녕하십니까? 9시 뉴스입니다. سلام، اخبار ساعت 9 هستیم. این اخبار ساعت 9. نیوز یعنی خبر، از همون نیوز زبان انگلیسی میاد. ایمنیدا. بچه ما بالا خوندیم برای اینکه بخوایم بگیم من فاطمه هستم، نمیدونم من سارا هستم، چجوری میگفتیم؟ چونون سارایو، چونون پاتمه‌یو. به این صورت میگفتیم دیگه، درسته؟ گفتم بیام برگردم به این درس اول تا بهتر یادتون بیاد. تو این درس همونجور که میبینین قبلا گفته بودیم که حالت رسمی این بودن، این گرامر بودن، ایمنیدا هستش. درسته؟ ایمنیدا. چرا؟ خب ما داریم ایده به معنی بودن. اگر ایده به معنی بودن باشه و من بخوام این ایده رو صرفش کنم توی زمان حال، در رو حذف میکنم. بچه همیشه برای صرف کردن فعل ها در رو حذف میکنیم. مثل چی؟ مثل زبان فارسی که فعل ما رفتن هست. فعل رفتن میخوایم با این فعل صرفش کنیم. این نون رو حذف میکنیم، برای ما میمونه رفت. حالا با این کار میکنیم رفتم، رفتی، رفتیم. به این صورت کار میکنیم دیگه، درسته؟ این هم به همین صورت توی زبان کره‌ای هم ما الان اینجا داریم ایده به معنی بودن. اونجا میخواست بگه که چی؟ اخبار ساعت 9 هستیم، درسته؟ اخبار ساعت 9 هستیم. پس از ایده استفاده میشه، در رو حذف میکنیم. این مصدری که برامون میمونه، بن فعلی که میمونه ای هستش. میایم این ای رو ترکیب میکنیم با اون گرامری که قراره بخونیم. بذاریم برم جلو. خب
گفتیم گرامری که داریم میخونیم، صرف فعلی که داریم میخونیم بنیدا سمنیدا هستش. درسته؟ خب ما این ای که برامون موند، ما الان میخوایم بگیم 9시 뉴스 이. حالا این ای رو من بیام با این ترکیب کنم یا بیام با این ترکیب کنم. باز مثل همیشه ما توی گرامرهای کره‌ای پدچیم نداشتن و پدچیم داشتن رو داریم. میخوریم به این مسئله که اگر پدچیم باشه کدوم من استفاده کنم، اگر پدچیم نباشه من کدوم رو استفاده کنم. بچه زمانی که پدچیم نداریم از این استفاده میکنیم. زمانی که پدچیم باشه از سمنیده استفاده میکنیم. خب پدچیم نباشه، الان اینجا داریم میبینیم دیگه ما پدچیم نداریم، خوردیم به ای، مصدر ما شد ای هم پدچیم نداره. پس من از کدوم گرامر استفاده میکنم؟ نیدا. 9시 뉴스입니다. 9시 뉴스입니다. نکته تلفظی هم که اینجا دوباره من یادآوری میکنم بهتون میگم، تو نکات تلفظی هم گفتم، وقتی که این حرف میرسه به این حرف، به میرسه به نه، اینجوری بگم دیگه تلفظ نمیشه ایبنیدا. نمیگیم 9시 뉴스입니다. خیلی سخته تلفظش. اگه واقعا زبان کری به سطح خوبی برسی میبینید تلفظ این همچین نرمال نیست. پس چه اتفاقی براش میفته؟ این حرف تلفظش میشه مه. پس اگر ب رسید به نه، تلفظ ب تبدیل شده به مه. 9시 뉴스입니다. 임 نیدا به این صورت تلفظ میکنیم. خب بریم سراغ مثال بعدی. اینجا یه معلمی رو میبینیم که داره از دانش آموزش سوال میپرسه. سوالی هست 질문 있습니까؟ 질문 있습니까؟ 질문 بچه ها یعنی سوال. 있습니까؟ سوالی وجود داره. بریم بازش کنیم. سوالی وجود داره میپرسه سوالی هست. برای هست ما داشتیم فعل چی؟ ایدا. درسته؟ خب من الان میخوام با این گرامر صرفش کنم. چیکار میکنم؟ در رو حذف میکنم. بن فعلی که برام میمونه این هستش. خب حالا از بنیده استفاده کنم یا سمنیده استفاده کنم؟ من میگم اینجا پدچیم دارم، بس باید از چی استفاده کنم؟ سمنی. حالا مسئله اصلی اینجا پیش میاد. بچه ها توی حالت کره‌ای، توی زبان کره‌ای ما برای سوال پرسیدن توی این مورد، توی این گرامرها، صرف این که تون صدامون عوض بشه کفاف نمیده. پس باید چیکار کنیم توی این گرامر؟ باید شکل کلی گرامر رو به حالت سوالیش در بیاریم. تو حالت سوالی ما میگیم سمنیکا، به جای این دایتش این کا رو میذاریم. پس میشه 질문 있습니까؟ 질문 있습니까؟ سوالی هست. به این بالا رو من یادم رفت. 안녕하십니까؟ 안녕하십니까؟ بچه ها سلام کردن. 안녕. خب 안녕 하다. حالا 안녕 하시다 وقتی که شما بخوای محترمانه، این گرامر رو بعداً میخونه، صرفا اینجا بدونین 안녕 하시다 یه سلام کردن محترمانه است. و کره وقتی دارن سلام میکنن معنی دقیقش مثل فارسی این نمیشه که سلام، انگار دارن میپرسن مثلا خوب هستید. خب پس من اگه بخوام آنیون کشیده رو صرف کنم، در رو حذف میکنم، برای اون بونی که برام مونده آنیون کشی میبینم پدچیم وجود نداره. پس از چی استفاده میکنم؟ این
نی. حالا گفتیم سلام کردن کره اینجوریه که انگار دارن ازت میپرسن مثلا خوبی، حالت خوبه، چطوری، یا حالت سوالی طور داره. پس وقتی سوالی طور باشه دیگه آخرش من دا نمیارم، کا میارم. آنیون کسیمنیکا. بریم سراغ مثال آخر. میگه 이것을 어떻게 생각합니까? 이것을 어떻게 생각합니까? 이것을 برای اشاره کردن به چیه؟ به چیزی هستش. 이것을 این. 이것을 어떻게 چطور. 어떻게 چطور. 생각합니까? 생각합니까? 생각하다 میاد. 생각하다 به معنی فکر کردن هستش. دارم میپرسه راجع به این چطور حدس میزنید؟ چه حدسی درباره این دارین؟ یا ببخشید حدس میگم، راجع به این چی فکر میکنین؟ نظرتون درباره این چیه؟ چه فکری درباره این دارین؟ برای اشاره کردن به شی اینجا به کار برده. به نظرم داره به یک دفتر یا برگه اشاره میکنه که الان مهم نیست. 이것을 어떻게 생각합니까? گفتیم 생각하다 به معنی فکر کردن. من میخوام صرفش کنم. در رو حذف میکنم. برام میمونه 생각하. خب پدچیم داره یا نداره؟ پدچیم نداره. 생각하. اینجا پدچیم ندارم. پس من میام از چی استفاده میکنم؟ از به نی. حالا داره سوال میپرسه دیگه. بنیدنه یعنی این میدنه. 생각합니다는 생각합니까. و در جواب داره طرف میگه 좋습니다. خوبه، به نظرم خوبه. ترکیبش چیه؟ فعل شده به معنی خوب بودن. باز من چیکار میکنیم برای صرف فعل؟ در رو حذف میکنیم. الان دیگه داره سوال که نمیپرسه، پس آخر نباید به حالت سوالی تبدیل شه. گفتم که پدچیم داشته باشیم از چی استفاده میکنیم؟ از سم استفاده میکنیم. سم نی دا. 좋습니다. 좋습니다. خب اینجا اومده قشنگ تو جدول براتون گفته که اگر پدچیم نباشه از این استفاده میکنیم. اگر پدچیم باشه از نیده استفاده میکنیم. حالا همین رو من بخوام سوال بپرسم چیکار میکنم؟ آخرش به جای ده که میارم. اینجا هم به همین صورت بخوام سوالیش کنم به جای ده آخرش که میارم. خودش اومده اینجا مثال زده. فعل کده به معنی رفتن رو براتون به معنی رفتن رو مثال زده و اوده به معنی آمدن. پس فعل کده رفتن و اوده آمدن. بریم صرفشون کنیم. تو هم حالت سوالیشون رو صرف کنیم، هم حالت خبریشون رو صرف کنیم. کده، فعل کده اگه باشه در رو حذف میکنم. با توجه به اینکه پدچیم داره یا نداره انتخاب میکنم که از چی استفاده کنم. خب حالت اول من میخوام که سوالی نباشه صحبتم، چون پدچیم نداره از کم نی در استفاده میکنم. کم نیدا. اگه بخوام سوال بپرسم کم نیکا. کم نیکا. بریم سوال فعل اودا. بخوام صرفش کنم زمان حال، در رو حذف میکنم. باز میبینم پدچیم نداره. اگر بخوام غیر سوالی
بگم میشه 옵니다. اگه بخوام سوال بپرسم 옵니까. دوتا مثال بعدی مثال هایی هم که پدچیم دارم. مگدا به معنی خوردن، مگدا خوردن و اندا به معنی نشستن. بچه انجده نه، انجده گفتنش هم خیلی سخته. موقع تلفظ کردنش به این صورت زمانی که حالا به این حالتهایی که صرف میشه رو دوباره بهتون میگم. ما این رو تلفظ میکنیم اندا، اندا. خب بریم سراغ مگدا. گفتیم در رو حذف میکنیم چون پدچیم داره. از چی استفاده میکنم؟ 씁니다. پس میشه 먹습니다. بخوام سوال بپرسم دای آخر رو برمیدارم به جاش کا میذارم. 먹습니까. 먹습니까. انده. بیام دا رو حذف کنم پدچیم داره. پس از 씁니다 استفاده میکنم. 안 씁니다. 안 씁니다. اگر بخوام سوال بپرسم 안 씁니까. 안 씁니까. معنیش هم که دیگه واضحه، زمان حال داره میگه خوردم. سوالیش میشه خوردی؟ حالا آدم از خودش که دیگه سوال نمیپرسه، حالا بر فرض مثال داره با دوم شخص صحبت میکنه. 먹습니다. میگه مثلا خوردم. 먹습니까. خوردی؟ 안 씁니까. نشستی؟ نشستن. برای همه ضمایر دیگه این ترجمه به کار میره. با توجه به اون جمله دیگه شما متوجه میشین که داره برای کدوم ضمیر به کار میره. وقتی قشنگ داخل جمله بیاد یا یه متن یه ریدینگی رو دارین میخونین دیگه ترجمهش کاملا واضحه. خب اینجا گفته که ترکیب میشن با گفته این افعالی که براتون مثال زده گفته با بینیدا و بینیکات ترکیب میشن. فعل های چی؟ مثل چدا که دارو حذف کنم بدون پدچیمه، پس از بینیدا استفاده میشه تمنیدا. تمنیکا. یپودا پدچیم نداره. یپومنیدا. یپومنیکا. معنیاشون رو بخوام بگم، چادا به معنی خوابیدن، یپودا به معنی زیبا بودن، ایدا، ایمنیدا، ایمنیکا، آنیدا. آنیدا برای مخالفت کردن به کار میره، برای نگفتن. نیست. آنیمنیدا نیست. زیاد شنیدین تو کی دراما میگه مثلا اینجوری نیست. آنیمنیکا سوالیش میشه و مندلده. بچه مندلده میره توی سری فعلهای خاص که برای صرف کردنشون قواعد خاصی وجود داره. حالا شما میپرسید من این در اینجا حذف کردم، پدچیم دارم. یادتون باشه بچه مندلده یه فعل خاصه که صرف فعلش به این صورت میشه. شما وقتی بخواین صرف کنین این فعل رو، دار رو که حذف میکنین ریول رو هم باید حذف کنین. پس چی شد؟ دار رو که حذف میکنین ریول رو هم حذف میکنین میشه مندل. حالا پدچیم نداره دیگه، پس صرف فعلش میشه مندم نیدا و مندم نیکا. مندل دا به معنی ساختن، درست کردن هستش. خب و اینجا هم 4 تا مثال زده از افعالی که با سمنیدا و سمنیکا ترکیب میشن. ایگدا. ایگدا بچه ایلگدا نه، ایگدا. باز مثل اون اندهی که انجده نمیگفتیم چون سخت بود، اینجا هم ایلگدا نمیگیم چون سخته، میگیم ایگدا. در رو حذف کنیم میبینیم پدچیم داره، پس با سمنیدا ترکیب میشه. ایکسمنیدا. تکدا به معنی کوچیک بودن.
작습니다. 작습니까? 이따 رو هم که میدونین 있습니다. 있습니까؟ و ابدا هم همینطور متضاد ایده هستش. 없습니다. 없습니까؟ خب چند تا گفتگو هم اینجا داده. گفته 학교에 갑니까؟ داریم میریم مدرسه. 학교 مدرسه. ا به معنی به، حرف اضافه به معنی به. 갑니까؟ 갑니까 فعل کده به علاوه این ترکیب هستش دیگه. نه 학교에 갑니다. بله به مدرسه میرم. 아침을 먹습니까؟ صبحانه خوردی؟ یا صبحانه میخور، ببخشید این حاله. صبحانه میخوری؟ 아침을 먹습니까؟ نه 먹습니다. بله دارم میخورم. بله میخورم. 운동을 합니까؟ ورزش میکنی؟ نه 운동을 합니다. بله ورزش میکنم. 운동 به معنی ورزش کردن. 아침 هم این بالا به معنی صبحانه است. اینجا هم دیگه تمرین داره برای خودتون. برای اینکه دیگه طولانی نشه تمرینا رو میسپارم به خودتون بچه ها. فقط اون لغات رو که نیاز به ترجمه داره من بهتون میگم. 운동 하다 به معنی ورزش کردن هستش. 운동 하다. همبرگر، همبرگر. 친구، دوست. 기다리다، منتظر بودن. 읽다 به معنی خواندن. 만나다 به معنی ملاقات کردن. 쓰다 به معنی نوشتن. معانی دیگه هم داره ولی اینجا با توجه به تصویر معنی نوشتن میده. 쓰다. و 사다 به معنی خرید کردن. چک که اینجا نوشته به معنی کتاب هستش. خسته نباشید عزیزان. تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.